Я с большим воодушевлением услышал, что сказал в адрес Путина президент صحبت‌هایی را که Таджикистана. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در مراجعت به پوتین گفت با روح بلندی تماشا کردم. من پر درک می‌کنم که فاشیسم پوتینی نه تنها به ما اوکراینی‌ها بلکه به دل همه سابق شوروی‌ها هم زده است که تمام این سالها موضع‌گیری شاونیستی بزرگمنشی قدرت طلبانه روسی را تحمل کردند. قهرمانی اوکراین که به حمله های روسیه مقاومت نشان داده فداکاری بی‌مثل را به نمایش گذاشت، به دیگران هم نمونه عبرت شد، چون آبروی روسیه ساخته‌کاری شده بود. دولت روسیه یک کشوری ساخته و تخیلی است. همه شهر و دهاتش ظاهر پرستی است و ارتشش هم یک ساخته‌کاری واقعی است که هزارها بار غارت و خرید و فروش شده است. ما حال این ارتش را در میدان و جنگلزارهای اوکراین دیدیم. از این رو سابق رهبران جمهوری‌های شوروی که حالا دولت‌های مستقل هستند از نمونه اوکراین روح بلند شدند و فهمیدند که وقتی آن آمده است که به پوتین و روسیه جایشان را نشان دهند. Поняли, что пора ставить Путина и Россию на место, на то место, на котором им надо находиться.